سلام بچه‌ها، به نظرتون مصرف ویتامین ها چقدر میتونه تو بحث ریکاوری بدن موثر بشه؟ حتما ادامه فیلم رو نگاه کنید. ویتامین ها صحبت کنیم، اول باید بدونیم که این ویتامین ها چه نقشی توی بدن ما دارن و آیا کمبود این ویتامین ها باعث اتفاق یا بروز مشکل یا بروز آسیبی در بدن ما میشه. مثلا کمبود ویتامین آ در بدن باعث مشکلات بینایی میشه، مثل چپکوری، یا کمبود ویتامین سی در بدن باعث ضعیف شدن سیستم ایمنی میشه و بیماری‌های لثه مثل اسکوربی. هر کدوم از این ویتامین ها یه نقشی داره. دقیق به حرفم گوش بده. حساب کن فردا از خواب بیدار میشی و چشمات رنگونه نداره که رنگا رو تشخیص بدی. چقدر زندگیت دچار اختلال میشه. یا اینکه بدنت نتونه در مقابل ویروس‌ها، آلودگی‌ها، میکروب‌ها و پارگی‌ها از خودش محافظت کنه. حالا این سوال من از شماست، به نظرتون ویتامین‌ها چقدر میتونن تو بحث ریکاوری بدن و ترمیم عضلات تاثیرگذار